همه برمیگردد به خلوص نیت. شاید میلیون ها انسان از زمان پیغمبر، بلکه از صدر اسلام، از اول خلقت آدم تا به هنوز سخنرانی کردن، هیچ سخنرانی جای خطبه زهرا را نمیگیرد، هیچ سخنرانی جای خطبه علی را نمیگیرد، هیچ سخنرانی جای خطبه زینب و زین العابدین را نمیگیرد. چرا؟ به اندازه اینها کس کلام بلد نبوده. این خلوص نیت، این هدف الهی، این انگیزه های الهی که در این بیانات وجود دارد در جای دیگر وجود ندارد. بنابراین خداوند در این آیه قرآن میفرماید که ما میخواهیم شما را امتحان کنیم تا حسن نیت شما را ثابت کنیم، نه کثرت اعمال شما را. اگر یک نماز به خاطر خدا بخوانیم، اگر یک سخنرانی به خاطر خدا انجام بدیم، اگر دست یک غریب را به خاطر خدا بگیریم، اگر یک حج و کربلا را به خاطر خدا انجام بدیم، همه اعمال ما اگر باطل شود، همون یک عمل پذیرفته شده دست ما را خواهد گرفت. ولی اگر خلوص نیت وجود نداشته باشد، تو برای ابو عبدالله گوسفند نه، سال یک گو نظر کنیم هم جای نمیگیرد.